به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر، هموطنان خوب ما، بینندگان عزیز پرسا میدیا، سلام، وقتتان بخیر. آرزوی صحتمندی و سلامتی دارم به یک شما را بسیار زیاد خوش آمدید میگم به یک دیگر از گزارشایی که قرار است ما آماده بسازم. ما امروز آمدیم به نانوایی و میخوایم از نانوایی نیاز محمدی، نانوای افغان در پاکستان، یک گزارش بسیار عالی و دیدنی تهیه بکنم و از این طریق در خدمت شما قرار گرفتیم. این نانوایی نه تنها در اینجا البته نانای گرم پخته میشه و آماده میشه، بلکه تبدیل شده به یک مکان گرم، صمیمانه و دوستانه. برادر ما در یکی از موقعیت‌های پاکستان این نانوایی را ایجاد کردن، شاگردایی را هم دارن که مهارت‌های شاگردایشان را با آماده کردن نان‌های متفاوت البته افزایش میده مهارت‌هایشان و در کنار از او میخواین که حال و هوای تمام مهاجرین افغان را، کسایی که دلتنگ نان افغانی هسته، این دلتنگیشان را رفع بسازه. برادر ما نیاز محمدی نانای مختلف آماده می سازن، نان پرکی، نان افغانی، حتی بولانی های گرم تنوری، سمبوسه وطنی و در کنار از او یک روت بسیار خوشمزه هم آماده میکنه که امروز تمام اینمی نانا رو قرار است به شما به تصویر بکشم و در کنار از او این که روت چطور آماده میشه و وضعیت هموطنان ما چطور است، چقدر علاقمند به این نانای افغانی هستند، تمام اینیا را قرار است این گزارش به شما به نمایش بگذارم. پس تا آخرین دقایق این گزارش با ما همراه باشید. بینندگان عزیز، قسمی که براتون گفتم ما آمدم اینجا و میبینین که اینا مصروف کارشان هستن. البته اجازه میتیم که هم کارشان بکنه هم با ما قصه بکنن، به او خاطر نگوین که مرا از کارم ماندن، به خاطر گزارششان. برادر ما آقای نیاز محمدی مسئول این نانوایی هستند که در اینجا انواع نانای افغانی حتی نانای پاکستانی را آماده می سازن و در خدمت همه شما مخصوصا مهاجرین افغان ما قرار دارن. خوش آمدین نیاز محمد. بخیر باشید. شجور خوب هستی؟ سلام علیکم وطنان عزیز. ما نانوایی هستم در اسلام آباد. اینمی تقریبا 2 سال میشه که اینجا نانوایی جور کردم، برای افغانا را خدمت میکنیم. اینجا افغانا آمده دیگه، کلگی میمان است، اینجا مسافر است. ما اینمی نانوایی را شاندم. اینمی نانا میزنم، نانای گرد است، اینمی روت است، روت افغانی، اینمی نان پاکستانی است. چند قسم نان در کل آماده میسازی؟ 5 قسم نان میجور کنم. اینمی نان دراز است. خب این نان پرکی است دیگه، نه؟ پرکی است. چقدر مشتریات البته ازت راضی هستن، مخصوصا افغانای ما که خودت در اینجا این نانوایی را ایجاد کردی در جایی که البته کمتر کسی اقدام به انجام این کار میکنه؟ اینجا خود نانایی که است می افغانی که است او نان افغانی خوش داره، نه؟ او پاکستانی که است او نان پاکستانی خوش داره. یعنی ما با پاکستانی هم نان جور میکنم که با افغانان نانای دراز، نانای گرد، اما روت افغانی همه چیزا رو میخواه جور میکنم. با این پاکستانی ها که هستن نانای افغانی رو علاقمند هستن که خرید بکنن یا نه؟ علاقمند خود زیاد هست، چرا که نانای افغانی او بسیار خوش داره، بسیار با شوق میخوره. این اماری ما اینجا که نان شروع کردم، یعنی پاکستانی زیادتر مردم هست که نان افغانی میبرن. بسیار خوب. یعنی نانای افغانی را دیگه تو کس نیست که براش علاقه نداشته باشن، با یک لذت خاص، با طعم خاص آماده میشه. خب روزانه چند نان آماده میکنین شما در این نانوایی نیاز محمد؟ است انشالله خوب است، تقریبا تامی 400 500، چرا که اینجا افغانا کم است. او که کلگی اینجا میای نان میگیرم، پاکستانی هم کلش میگیره. چقدر راضی هستی از کارت؟ خوب است الحمدلله. می چاره میشه دیگه. اینجا ما خودم مسافر هستم به پاکستان دیگه، به کسی نسیار دارم، به این خاطر معطل بودم چی کمک موکم نمیشد که پیش ما دیگه مجبور شدم نانوایی شروع کردم که چی کار افغانام دیگه شو از ما هم شو غریبی مریدین. اینمی یک خدمت بسیار بزرگ است که در این شرایط سخت شما
در دیار مهاجرت خواستین که هموطنانتان حمایت بکنین و در کنار از او البته خودت از طریق ای حرفه یا ای کار رزق و روزی حلال به دست بیاری. شاگردم داری نیاز محمد؟ شاگرد هست، یعنی چند شاگرد داره؟ 2 دانه شاگرد 3 دانه شاگرد است. خو مال یک دانه فعلا در اینجا موجود نداره که به خانه رفته برای خاطر روز جمعه است. هم 2 دانه شاگرد اینجا موجود. باز به یا شاگردی دستمزد میپردازی؟ نه شاگرد دیگه. بسیار خوب. آماده کردن کدام نان برتان بسیار ساده است و کدام نان بسیار سخت است؟ اولا اینمی روت افغانی که است یک ذره سخت است، چرا که بسیار جنجال داره. اما روت به من لطف کنین. این روت افغانی این روت افغانی است؟ این روت افغانی است. یک ذره زیاد جنجال میخواد، چرا که این زیاد چیزا رو میکس میکنم. واقعا این باید خیلی مزه‌دار هم باشد. درست؟ خب این ترکیباتش اگر با ما بگویی از چه چیزا آماده میشه؟ در خود تقریبا 6 7 چیز میندازم. روغن است، بوره است، در تخم مرغ است. بسیار خوب. او یک قسم پودر کیک و نمو پودر میندازم دیگه. شیر است و ماست است. اینقدر مواد که باشه دیگه بدون شک مزه‌دار میآید. خودت روت دوست داری نیاز محمد؟ والا خودم بسیار دوست دارم، چرا که هر روز صبح ما نمی روت میخورم. خو یا افغانان ماشاءالله که بسیار خوش از میگه روت در کابل میبرن، در پاکستان پیدا شد. پاکستانی‌ها چطور؟ پاکستانی‌ها ملامت میگه که خوب شد که اینجا افغانا آمده دیگه. ما وقت رضا با ما روت میخوریم. خب امی خمیر مسئولیت خمیر کردن کی داره؟ کار سختش نه؟ شاگرد است. خمیر خب اینا مسئولیتش داره؟ تجربه داره دیگه. خمیر که تجربه نداره دیگه و بسیار دیگه مشکل است، آسان نیست. روزانه چند بوجی آرد خمیر میکنی؟ اینجا خب بوجای پاکستانی که است و 15 کیلو است. و نمونه کم است اینجا خب افغانای قدر نیست، همی 6 خلطه 5 خلطه این قدر روزی خمیر میکنم. چند بجه صبح بیدار میشن؟ صبح والا دیگه شاگردای خود دیگه از 8 بجه شروع میکنه تا 11 شب دیگه هیچ چیز خطی نداره. یعنی یک کار بسیار دشوار هم است. مشکل خدا وقت شده نیاز محمد که گفته باشی که بسیاری کار سخت است، دشوار است، مخصوصا در گرمی های پاکستان. گرمی پاکستان یک طرف و گرمی تندور دیگه طرف. خسته شده باشی بگویی نمیکنم این کاره؟ والا در گرمی خو بسیار خسته شدم. در گرمی قدر خسته شدم، چرا که در گرمی اینجا خو پاکستان گرمی زیاد است، کار نانوایی گرم است و این مال در زمستان بس خوب گزاره میکنه. بسیار خوب. آل تندور گل است؟ ولی دیگه این مال مشتری خلاص شد، ساعت 3:30 بجه است ما رسخت میکنم به این خاطر این مال چند وقت مشتری خلاص شد نه. بله. نو ولی گل کردم تندور. به خاطر ازی که مال ترتیبات شام میگیرم بخیر. شام دیگه آماده میکنم. شام آماده میکنم. کدام وقت زیاد میپسندن مشتریات؟ از طرف شب مشتریات زیاد هست؟ از طرف شب خوب است مشتری. خب بسیار خوب. باز به خاطر ازی که نان پخته شود از چی انرژی استفاده میکنی؟ چوب استفاده میکنی؟ نه گاز است. گاز استفاده میکنی؟ گاز استفاده میکنم. بسیار خوب. یکم خاطره جالب داری نیاز محمد از جریان کارت؟ والا که چه خاطره جالب برات بگویم؟ یعنی مثلا یک وقت شده باشه که مشتریان فوق العاده زیاد باشه شب و روز عید و خودت خمیر زده باشی یا اون نمک نداشته یا هم خمیر مایه نداشته که کلش چی میگن دوباره از تندور افتیده چکیده باشد. چکیده میگن؟ چکیده میگن. بله. بخصم یک اتفاق افتیده برات؟ و رقمی خو نشده خو در روزای عید بسیار اینجا بیروبار میباشه، کلگی تندورا زیادتر بند بشه. ما خودم بند نمیکنم، چرا من میگم اینجا همین افغان است کجا برو نه به خاطر از اون. نه روز اردوالار هر صحیح نورد انجینان که جور کردن بیخی نه چی بود صحیح نامد. کلگی مشتری دیگه شکایت کرد جنجال کرد که چه رقم هر روز نان خوب است امروز چرا عید؟ روز عید است باید که تو زیاد نان خوب جور میکنی، تو نان بخیر این طرح کردی که از خوردن نیست. ما گفتم برو خیر زیاد عید مبارکی میگه چی میگه خیر امروز کتیما بخششه کنه خیر است امروز کتیما به خاطر عید دیگه یعنی هیجانی بوده خاطر. بسیار خوب. اینمی خاطرات است که زندگی را شیرین میسازه. گاهی اوقات ما که یادشان میکنیم و ما واقعا لذت زیاد داره.
عزیزان با استفاده از فرصت دیدم که نیاز محمد روت آماده میکرد، گفتم بیا خیلی یک طریقه آماده شه که چطور دداش مانده میشه کوتاه به شما به معرفی بگیرم. نیاز محمد مصروف چیکار هستیم؟ بس بخیر اینمی رود حال کار رسخت شد. این مال رود پخته میکنم. رود در تنوری بند پخته میشه چیزا که او به گاز پخته نمیشه به خاطر از اینکه خراب میشه او در تف پخته میشه پلاو وری نه. این مال این رود دی پتنسور آماده میکنم. باز یک 20 دقیقه بعد دیگه خوب متراتای سرخ سرخ میه. 20 دقیقه یعنی سر تندور باید هم محکم باشه، هیچ واز نباشه. هیچ واز نباشه. این میره 4 دانه دی میزنم. باز در تنور تا میکنم. خوب یک 20 دقیقه بعد خوب متپندیده سرخ سرخ راتایش میه. خوب. باز فرمایش هم میگیری مثلا افغانای ما خود زیاد رسم و رواج دارن که خانه یک کس میرن میمانی میرن باز حتما رود کیک کلچه آماده میکنن. فرمایش هم داری خودت؟ والا است دیگه. من اینجا افغانه میگه یا ختم میکنم یا خیرات میکنم یا در دوستا میرم یک 20 دانه 15 دانه با من خوب اون تروخ روتای جور کو دیگه که ما میبرم یک جای میمانی دارم یک جای میبرم نه زیاد افغانه میه چرا که این رود بسیار خوش داره به خاطر خوشمزه است. حتما قیمتش مناسب است. یک رود چند است؟ 50 روپیه است. 50 روپیه کل داره دیگه. قیمتش مناسب است. به مخاطب کسایی که یا افغانایی که در اینجا هستن دوست دارن و میخواین که رود خریداری بکنن. در یک پتنوس هم دیگه 4 تا رود مانده میشه، درست؟ نه 4 دانه رود در یک پتنوس جور میکنم. باز در تندور یک پتنوس جای میشه؟ نه در تندور 3 دانه پتنوس هست. 3 دانه پتنوس تا میکنم. در پتنوس 4 دانه به 20 دقیقه بعد یعنی 12 دانه رود به یک جا پخته میشه. بسیار خوب. شاگردی خمیر ما درست میکنه از غاله جور میکنه. پیش ما است. این افغان است. این مسافر است. خوب است که این افغانای خود ما را حمایت کردین به کار گرفتین. این همی شاگرد خمیر جور میکنه. این همی غاله جور میکنه. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستی وطندارای عزیز؟ تشکر. اسمتان چیست؟ آجی محمد. آجی محمد جان، چقدر وقت است اینجا هستی آجی محمد؟ 2 سال میشه. 2.5 سال. 2 سال است که یعنی از زمانی که نیاز محمدی نانوایی را ایجاد کرده خودت همراهش همکار هستی. بله. مسئولیت میگن بسیار مسئولیت زیاد داری. خمیر میکنی، زغاله میکنی، کلش خودت میکنی؟ خمیرم میکنم، زغالم جور میکنم، بازداری میکنم. این کارای ما است، مسئولیت ما است. باز راضی هستی از نیاز محمد از اون دستمزدی که برات میته یا نه؟ کم خو نیست در مقابل کاری که خودت میکنی؟ نه نیست، صحیح است. ماشتم صحیح میته، کارم صحیح است. خدا را شکر. حالا ما اینجا بیایم مرم به شاگردی میگیری یا نه؟ از خلیفه پرسان کنم. از خلیفه پرسان کنم. بیا تو یک نان آواز کو بر ما ببینم که چه قسم آواز برده میشه که باز بعد از ما تمرین بکنم. بفرمایید. اینجا یک سوال آواز ببرین. حتما باید دارد بزنیم. خمیر باید نه نرم باشه نه سخت. بله. زیاد سخت شوم نانش نمیاد، زیاد نرم شوم نانش نمیاد. یعنی باید برابر باشه. امرای ازی دیگه نان پر میزنین؟ نه خو روغنی پخته میکنم، من میزنم این پنجه است. امرای پنجه دیگه جور میکنین. انگشت. چه خبره؟ ساده شده باشه حاجی محمد این کار؟ ساده شده؟ آسان است دیگه برات بخاطر که هر روز میکنی. آسان است که غلط سختش بود آسان نیست. حالا من بکنم یا نه؟ خراب نشه. جور شده خیر است که خراب شده مشکل نیست. اینا باید دارد بزنم. خیره دیگه روز اول شاگردیم است، اگه خراب هم آمد مشکل نیست.
خب میشه از یگام تجارب شاگردیت به ما بگویی؟ یگام وقت نیاز محمد روزای اول گوشای تو داده که خمیر صحیح نکردی خمیر نرم کردی؟ هر کدام کسایی که شاگرد هستن این روزا را دیگه من مطمئن هستم سپری کردن. نه اول پرسان میکردم بعد از خمیر اعتزال میکردم نه خراب نمیشد خلیفه بود. از امروز اول خودت خلیفه بله. بودی دیگه پرسان میکردم. خب چرا کم کنم؟ تو کدام وقت شده حاجی محمد که می خمیرت خراب شده باشه؟ میشه گام وقت میشه. باز چی میکنی؟ یگام چالای وطنی میزنی که دوباره خمیر جور کنی؟ بله جور میشه. خواهی دیگه میکنم همینجا میمونم تسر کمبل میمونم نی گرم میشه بیا جور میشه. پس جور میشه. بله. بسیار خوب. خب این صحیح است؟ صحیح است. یا ما بخی صاف کردم؟ نه صحیح است. چی کنم ماله؟ دست داو بزنم؟ دست مال داو میزنم؟ ایتو؟ ایتو بونش دستش. این دست دیگه با نمیرم. امیتو؟ امیتا. مچم که صحیح است. خب خیر. ما در داشت پختن تجربه داریم اما در تندور که به این شکل آماده شود هنوز نکردیم بار اولم است. خیره آهسته یاد میگیرم. حالا ازی بزنم شانگک میگن. باز همی نانه که وزن میکنی حاجی محمد چند گرم میگیری؟ این خب گرتاگاه سیاسی تقریبا 280 گرم است. همی درازش هست و 302 گرم است. بسیار خوب. هیچ کم زیاد نمیشه دیگه. نه انشالله. کلش یک برابر است. اینی هم از نانی است که ما آماده کردم. بر من چند نمره میتی حاجی محمد؟ چه بگویم استاد من نمره صادقانه صحیح است یا کلچه شده بخی؟ نه صحیح است جور میشه. از نظر شما صحیح است استاد؟ صحیح بخی ماشاءالله خوب نان گرفتی. یه روز اول تاثیر درو شاگردی یاد میگیرم. بسیار زیاد تشکر حاجی محمد. تشکر از اینکه وقت دادین به پورسا میدیا. گزارش عالی بود. سلامت باشین. ایره کدام حرف داری حاجی محمد که به دوستا بگویی؟ زنده باشید. سلامت باشه. هموطنان عزیز سپاس از اینکه تا این لحظات گزارش در کنار ما بودین. تا گزارش بعدی همه شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز امانت میسپارم. مواظبتان باشین. الله نگهدار.